شاید رفتیم تو فاز غیبت در نمیاییم. آقا یه چیز بامزه براتون تعریف کنم. من اینو هیچ دفعه براتون تعریف نگم، یعنی الان این چیزی که دارم براتون تعریف میکنم اطلاعات دست اوله. اون قبلیه رو استوری قبلیه رو خب فالوور قدیمی پیجم میدونستن، مثلا قبلا راجعش حرف زده بودم اینا، ولی این که دارم تعریف میکنم اطلاعات دست اوله. بخنیم ما هم میگم. آقا قضیه مال کیه؟ قضیه مال این چیزی که دارم تعریف میکنم مال 3 سال پیشه. خب yes babe. To what? Okay. Love you. کامیرو من خونه داد زد که نونم منم چیکار کنم، چون من میترسم یه دفعه دروازه بسته بشه. طبقه بالا هم دیگه، درمون طبقه پایینه. همیشه بهش میگم که زنگ بزن قبل اینکه میای تو، چون من این دفعه سر صدا بیاد میترسم. حالا الان چون در باز کرد گفتش. خب چی داشتم گفتم؟ کجا رفتیم؟ آها، قضیه مال 3 سال پیشه. 3 سال پیش دقیقاً زمان مهسا امینی. خب حالا اینو براتون تعریف بکنم. من 18 سالگی پول در می آوردم به خاطر اینکه 2 شیفت کار میکردم. اون موقع شیفت شب توی یه شرکتی کار میکردم که برای فروش بود. از این فروش یکی از محصولاتی بود که توی تلویزیون آگهی بازرگانی میرفت و هر موقع آگهی بازرگانی پخش میشد ما میتونستیم بفروشیم. یعنی زنگ میزدن، تلفن زیاد بهمون زنگ میزد و ما میتونستیم محصول رو بفروشیم. خلاصه اون برای شیفت شب من کار میکردم، مثلا ساعت 5 بعد از ظهر تا 10 شب. اسم شیفت شب بود ولی قشنگ فول کار میکردیم. و یه کار دیگه هم در طول روز هم چیز میکردم، هم دانشجو بودم، دانشگاه میرفتم، هم زبان درس میدادم. و اون زمان چون من خصوصی درس میدادم و تو آموزشگاه هم کار میکردم، پولم نسبتا خوب بود. اونجا هم کار میکردم. مثلا من اون موقع شاید مثلا ما 400,000 تومان توی اون سن من پوله 400,000 تومان 17 سال پیش خیلی پول بود. وای منم تعریف کنم هی دارم جزئیات مختلف از چیزای مختلف میگم، ولی چیزی که میخوام بگم اینا پیش زمین است، فرق داره چیزی که میخوام تعریف کنم. خلاصه پول خوبی در می آوردم و زمانی که میخواستم جدا بشم خب عقد رسمی کرده بودیم دیگه. این آقا اصلا گم و گور شده بود. خانواده‌اش هم میگفتن ما نمیدونیم کجاست، به ما ربطی نداره، نمیدونم. اینم گم و گور شده بود و خب میدونید توی دادگاه‌های ایران شما نمیتونی اگر که اون حرومزاده نباشه هیچ کاری نمیتونی بکنی. خلاصه من میرم پول میدم. اون زمان 8 میلیون پول وکیل دادم من. 8 میلیون اون موقع خیلی پول بود. اون موقع میتونستی خونه مثلا اجاره بکنی، پول پیش خونت با 10 میلیون میتونستی خونه خوب اجاره بکنی. فکر کنم 8 میلیون اون موقع پول وکیل داده بودم، چون درآمدم خوب بود. خب مثلا میتونستم پول وکیلم بدم. که وکیل چیکار کرده بود که مثلا رفته بود به صورت غیابی و که مثلا این نیست و اینا، تمام کارا رو کرده و من خب بچه بودم خیلی چیزا نمیدونستم. یعنی مثلا اون سنی بود که من باید برم تازه وزر بازی کنم، تازه نمیدونم ابروهامو چیکار بکنم. یعنی فکر کن تمام اون مراحل رو من اسکیپ کرده بودم، این چیزا فقط رفته بودم دوباره که نمیدونم عاشق شدم فلان. خلاصه بعد وکیل من خب چون پول خوبی گرفته، پول زیادی گرفته بود، عملاً تمام کارا رو کرد. یعنی من فقط دادگاه مثلا نهایی رو رفتم. خلاصه بعد یکی از کارهایی که کرده بود این بود که اومده بود مهریه من رو گذاشته بود بابت ممنوع الخروجیش، که مثلا شما باید اینقدر مهریه بدی که از کشور خارج بشی. اصلا پیداش هم نبود، کلا حضور نداشت، یعنی همه چیز به صورت غیابی اتفاق افتاده، ولی با این حال 2 سال طول کشید. یکی از کاری که کرده بود مهریه رو گذاشته بود که خب مثلا نمیدونم چی شد چی نشد. ما زمانی که مثلا غیابی این برای من جدایمو گرفت مثلا خودم ایران حتی نبودم. خلاصه این کارای منو کرد و تموم شد و فلان و بیسار تموم شد. ما دیگه از این مثلا اصلا کلا هیچی ازش نشنیدم. حالا کار خدا، زمانی که ما خونمون رو عوض میکنیم، توی این یکی خونه جدیدی که نشسته بودیم، همسایه پایینی ما کی بود؟ همسایه پایینی ما خانواده خواهر این حرومزاده بود. یعنی این حرومزاده یه خواهر داشت که خواهرش شوهر کرده بود و خانواده شوهرش طبقه پایین ما بودن. اصلا ما اساس کشی کردیم تازه اینو فهمیدیم. خلاصه ما هم حالا در حد همسایه با اینا در ارتباط بودیم، هیچی به هیچی. مرده که میشد شوهر خواهر ما دیدیم که اونم داره اینجا زندگی میکنه. خب ما که اصلا با اینا در چیز نبودیم، در ارتباط نبودیم و اینا. بعد این یه بار اومد به من برگشت گفت شوهر منم از زنم جدا شده، یعنی منم از خواهرش جدا شدم اینا. گفتم شما مثلا چی شده اینا؟ گاره خیانت کرده بود و اینا. خب من شدم مثلا من اون موقع تو اون سن و سال اولین باری بود که مثلا کلمه خیانت رو اینقدر واضح و مشخص میشه ندیده بودم. چه میدونستم چی به چیه.
میام خونه برای مامان امینا تعریف میکنم. بعد خواهرم لیلا برمیاد میگه وا مگه تو نمیدونستی حالا لیلا از من 3 سال کوچیک‌تره، من تو این سن گاگول، لیلا خواهرم از من 3 سال کوچیک‌تره. گفت آره چون لیلا خواهرم همیشه مثلا بافت مو رو خیلی قشنگ انجام میداد، مثلا تو خونه موهای ما رو همیشه این میبافت. نگو 1-2 بار خواهر اون زنگ زده بود به لیلای ما که آره بیا موهای منو بباف. حالا لیلا تینیجره، مثلا اون موقع که مثلا من چه میدونم 19 سالمه 18 سال، لیلا فکر کنم 16 سالش بوده، که بیا موهای منو بباف. که لیلا با داداش یا همین حرومزاده بلند میشه میره اونجا که موهای اینو ببافه. که چی؟ که دختره مثلا میخواسته بره، آره معلم زبانش داره میاد بهش زبان آموزش بده، معلم زبانه داره میاد به این زبان، و مشخص بود که زنه با معلم زبانش رابطه داره. یعنی لیلا هم حتی اون سن فهمیده بود که زنه مثلا داره به شوهرش خیانت میکنه. من هیچ کاری اینا نمیدونستم. خب بعد آقا خب من این قضیه رو کی میفهمم؟ توی پروسه جدایی یا حتی بعد از جدایی منو میفهمم. یعنی ما هیچ وقت راجع به این مسئله با هم دیگه حرف نزده بودیم، هیچ وقت بحثی راجع به این مسئله نداشتیم، اصلا من همه این اطلاعات رو بعد میفهمم. خب و سالها بود من اصلا از این اصلا برای اینکه از این خبر نداشتیم ما تونستیم خیلی راحت مثلا طلاق رو انجام بدیم. خلاصه قضیه میگذره و من اصلا یادم نبود که وکیل من بابت مهریه اینو ممنوع خروج کرده بود. که خب من مهریه نگرفته بودم، مثلا مهریه رو اصلا توی پروسه طلاق باید ببخشی که غیابی بتونی طلاق تو بگیری و من کامل بخشیده بودم. نگو اندازه مثلا 100 تا از این مهریه 100 تا سکه این وکیل گذاشته بوده برای ممنوع خروجی، من حتی اینم خبر نداشتم. بمانه میگذره قضیه تا من اینجوری مثلا روی سوشال میدیا شناخته میشم، مثلا هیتر پیدا میکنم، نمیدونم یه سری میان حرفا میزنن و یه حرفی راجع به من پخش میشه، یک شایعه راجع به من پخش میشه که این به شوهرش خیانت کرده، 3 بار ازدواج کرده، نمیدونم 3 بار مهریه گرفته، هر چی داره از مردا داره. اینا هیچ مردی توی زندگی من از بابام گرفته تا همین شوهر الانم هیچ وقت اندازه من پول در نیاورده. اینو بذار همینجا بهتون بگم، همیشه از تمام مردای زندگیم بیشتر پول در آوردم و درآمدم بیشتر بوده. اینو اینجا تو پرانتز بگم بذارم بمونه. خلاصه این شایعه ها در مورد من میشه. این آدم احمق واقعا هوا برش میداره بعد از 15 سال 14-15 سال که از قضیه میگذره و من با بدبختی طلاق گرفتم که پیداش نبود و حتی توی یکی از حرفاش اومده بود گفته بود یه کاری میکنم موهات مثل دندونات سفید بشه. بعد از 15 سال جسارت اینو پیدا میکنه که بیاد روی اینستاگرام به من دایرکت بده. دارم میگردم، اسکرین شات گرفته بودم برای خواهرم فرستاده بودم، دارم میگردم پیدا کنم، پیدا نمیکنم، لعنتی رو پیدا نمیکنم. حالا نمیدونم توی گروپ چت گذاشته بودم، از گروپ اومدم بیرون نیستش دیگه، نمیدونم. خلاصه میاد به من مسیج میده، من یه کتابی هم مینویسه، وای کاش بودش مینوشتم میذاشتم اسکرین شاتشو. حالا چیزش این بود، به صورت خیلی هم کتابی نوشته بود، شما خودتون من باتون خوردم از دست مأموران جمهوری اسلامی ولی شماها از جمهوری اسلامی کثیف‌ترید، شماها جلوی آزادی منو گرفتید. و من اینجوری بودم خدا این چی داره میگه، با کی داره حرف میزنه، اصلا کی؟ و خیلی جالبه مسیجش تو ریکوست نرفته بود، باز شده بود، اومده بود روی پرایمری و من نمیدونم چرا کسی که نه فالوش داشتم نمیشناختم چطوری مسیجش باشه. خیلی عجیب بود. کلا رفتم پیجر رو چک کردم، دیدم که آره این آدمه، اسمش و عکسش و اینا رو دیدم و ترکیه داره زندگی میکنه و اینا. بعد خب من این قضیه که بابت مهریه ممنوع خروج شده بود رو بعدها وکیلم بهم گفت بعد اینکه قضیه تموم شده اینا، گفتم خب پس لابد مثل اینکه وقتی تموم میشه لابد ممنوع خروجی هم تموم میشه، من اصلا از قوانین اطلاعی ندارم. ولی بعداً برگشتم آره خلاصه حالا اینا رو بذار هم هی پرت و پلا میگم، بذار حرفی که گفته بودو بگم. آره نمیدونم باعث آزادی من تو نبودی، به من خیانت کردی. من اینجوری بودم What؟ چی داری گوه میخوری؟ ببین گوه میخورد. وای خدا کش من اسکرین شات رو پیدا کنم براتون بذارم. ببین داشت یه ریزش گوه میخورد. در من بگردم بینو پیدا میکنم. خب ببین رفتم توی گروپ چت،
اسکرین شات رو پیدا کردم تا یکیش رو پیدا کردم، یعنی یه دونه رو که من دارمش جواب میدم. چرا؟ چون که فکر کنم اون قسمتی که داریم میگه تو من خیانت کردی اینا گروپ چت خب بابا مینا توشن، من به هوای اینکه مثلا اونا مثلا این چیزا رو تو چت با اونا نفرستم اون قسمتشو نفرستادم. بعد نمیدونم برای لیلا جدا فرستادم یا نه. خلاصه که یه قسمت اسکرین شات هستش، فقط یه دونه رو دارم. چیکار کنم؟ همون یه دونه رو بزنم؟ کل مطلبی که با هم دیگه حرف زدیمو نشون نمیده، یه تیکش رو فقط نشون میده که اون حرف آخر رو بهش زدم. ولی خب مثلا توی چتش تو من خیانت گفتم، مثلا منو با خواهرت اشتباه گرفتی، تو منو با خواهرت اشتباه گرفتی، تو منو با اون زن داداشت که واقعا عقده‌ای بود و چیزایی که اتفاق افتاده بود و براش تعریف کردم، مثلا توی چت نوشتم گفتم تو منو با اون اشتباه گرفتی، گناه خور آمار نمیدونم زن تو که الان باش هستی، آماری که جایی که زندگی میکنی رو دارم، گناه خور. حالا هیجان زیاد شد، ما رو جمع کردم بالا. من که دیدم این ترکیه است افتادم به درآوردن آمار که این کیه، چون همون موقع احساس، یعنی توی پست و استوریایی که میذاشت با پیج فکر رفتم چک کردم معلوم بود که تازه مثلا رفته ترکیه، یعنی استوری پستای قبلش همه نمیدونم تو کیش و اینا بود، ولی الان مثلا نشون میداد که انگار تازه رفته و مثلا زنشو تگ میکنه، زنش هم ناخونکاره. و من تمام اینا رو آمار شده، بابای زنش نمیدونم داداش زنش، تمام اینا رو در بردم داشته باشم، به خاطر اینکه دقیقاً اون زمانی که این تازه رفته بود ترکیه یک دفعه شایعه های عجیب غریبی از من پخش شده بود. نمیدونم ال کنیم بل کنیم، در صورتی که تا قبلش کس شیر مثلا میگفتم، ولی دیگه حالا نه اونجوری. گفتم من اینو داشته باشم، آمارشون لازم میشه. بعد زنگ زدم به وکیل قبلی، وکیلی که الان دارم، که آیا امکان این وجود داره که این برای خروج از کشور مثلا مهریه رو به حساب دولت ریخته باشه؟ چون اون موقع من یادمه اون وکیل قبلیم، یعنی میگم که من چون خارج از ایران بودم، مثلا ایران زندگی نمی‌کردم وقتی این وکیل کارا رو کردش، فقط برای دادگاه نهایی به من گفت باید بیای ایران که من اومدم. منتها اون به من گفتش که من مثلا ممنوع خروج که میکنم، مثلا من 100 تا مهریت رو گذاشتم ممنوع خروج. اون اونجوری گفته بود که یعنی اگر بخواد از کشور خارج بشه باید اون مبلغ رو بریزه به حساب دولت و تو بری از دولت بگیری. خب اون موقع گفته بود که من اصلا نه دنبال پول بودم نه هیچی، فقط می‌خواستم این تا اون از زندگیم بره بیرون. بعد الان حالا مثلا این اتفاقی که افتاد 3 سال پیش، چون این قضیه رو دقیقاً سر زمان مصممی به من مسیج داد، زنگ زدم به وکیلم پرسیدم امکان این وجود داره که این پول رو به حساب دولت ریخته باشه. وکیلم رفته بود چک کرده، گفته بود هم چیزی به حساب تو ریخته نشده، هیچ چیز قانونی برات نیومده، هیچ حکمی نیومده، هیچ ابلاغی نیومده، هیچی. حالا من نمیدونم این چطوری رفته، این حکم خود به خود از بین رفته، نمیدونم زمان بهش میخوره، خود به خود لغو میشه، من اینا رو نمیدونم، یا اینکه فرار کرده قاچاقی رفته، هیچ کدوم اینا رو نمیدونم. خلاصه این اتفاق افتاد و اینا مثلا من این برام پیش اومد و من چون که دیدم یه نفری، یه حرومزاده دیگه ای اومده بود پست گذاشته بود، آره من نمیدونم با شوهر سابق، شوهری ما از این ندیدیم والا، این بیشتر زن من بود، من ازش نگهداری میکردم، حالا اینا بمانن، ولی آره من با شوهر سابق این حرف زدم به این مهریه داده. یعنی خیلی دلم میخواست برم بیارم بگم میشه من بگم مهریه رو کجا ریخته من دارم پولمو بگیرم لطفا، خواهش میکنم. خلاصه این از این گفتم اینو براتون تعریف بکنم. قضیه خواهرش هم که اونجوری تعریف کردم، نمیدونم چیزای پرت و پلا این وسط گفتم که الان جمع نشد ته قضیه یا نه. خب گویا قضیه رو جمع کردم. سوالای دیگه تو ذهنتون هستش که بیشتر فضولیه، این نیستش که من بحثو باز کرده باشم ولی نبسته باشم، فضولی خودتونه. حالا بعدها اگر حوصله داشتم میام تعریف میکنم چیزای دیگه رو. ولی برای جمع‌بندی یک تشکری بکنم از همه طرفدارای خودم که هر جا هر کسی پشتم حرف زد، توهینی کرد یا حرف چرت زد، تمام قد پشت من وایستادن. نمیدونید چقدر این حمایتتون برای من ارزشمنده، هرچند من هیچ وقت دلم نمیخواد با هیچ کس به خاطر من دهن به دهن بشین، اینو بارها بهتون گفتم، اما در عین حال میخوام بدونید که ارزشمنده برام. یعنی در حینی مثل میمونه که به نفر کادو بدی، میگه نباید پولتو بر من خرج میکردی، ولی با این حال این کادو برام خیلی ارزشمنده. الان من اون حس رو دارم، میخوام این رو بهتون بگم. چه بسا بودن زنهایی که وقتی این حرفا رو جمع شنیدن اتفاقا رفتن کامنت گذاشتن گفتن که اتفاقا اگه اینجوری باشه ما احتراممون براش حتی بیشتر هم میشه. اینو برام خیلی جالب بود، ولی خب چیزایی که حقیقتی که قدیمی پیج میدونستن این بود. در کنارش هم هستن زنهایی که میرن این ورور میشینن راجع به این مسئله، مثلا میگن که وای این چند بار ازدواج کرده،
این زنها من نمیدونم شاید نون شبشون گیر مرداست، شاید پیجشون پیج فیکه، شاید از خودش هنری نداره، تحصیلاتی نداره، نمیتونه کار بکنه، نمیتونه پول در بیاره و در کنار همه اینا عزت نفس و اعتماد به نفس نداره و خودش رو نمیشناسه و نمیتونه که به خودش احترام بذاره، چه برسه به یک زن دیگه. من از همچین زنایی هیچ وقت توقع ندارم فالوور من باشن، تو تیم من باشن، طرفدار من باشن، یا حتی اصلا طرفدار من نباشن، برای جایی که حرف این شکلی زده میشه تو دهن اون کسی که داره این حرف رو میزنه بزنن، به خاطر اینکه خود این حرف عملا زن ستیزیه. حالا فرق نمیکنه در به کی گفته بشه. خلاصه گفتم اینم بهتون بگم و I love you. به خدا.